بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه می‌خوایم جمع‌بندی نهایی رو در خصوص مواد قانونی که راجع به نیم‌عشر اجرایی وجود دارند داشته باشیم. از یک طرف گفتیم ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رو داریم. در این ماده مقرر شده که زوجه هر زمان از عملیات اجرایی منصرف بشه از پرداخت نیم‌عشر دولتی معافه. تصریح هم کرده فرق نمی‌کنه این درخواست صدور اجرایی از طریق واحدهای ثبتی باشه، اجرایی ثبت باشه یا از طریق مراجع قضایی و شبه قضایی. این ماده مصوب مجلس شورای اسلامی هست و در حال حاضر هم میشه به این ماده استناد کرد، کماکان به قوت و اعتبار خودش باقیه. در کنار ماده 98 ما ماده 131 قانون ثبت رو داریم که در تبصره این ماده اومده اگر اجرایی صادر بشه، مثلا زوجه درخواست صدور اجرایی بابت مهریه رو داده، پس از صدور اجرایی و ابلاغش 1 سال دنبال این اجرایی نیان، 1 سال این اجرایی تعقیب نشه یا طرفین در خارج از واحد ثبتی با همدیگه صلح کنن، توافق کنن، تقسیط کنن، مهلت بده به مدیون، در این صورت هر دو نفر، هم زوجه که درخواست صدور اجرایی رو داشته، هم همسرش، یا اگه در مورد چک یا سایر اسناد لازم الاجرا هست از واحد ثبتی تقاضای اجرا شده، به هر علت 1 سال این پرونده دنبال نشه، در این صورت دو طرف متضامناً مسئول پرداخت اون نیم‌عشر اجرایی هستند. در کنار ماده 131 ماده 160 قانون اجرای احکام رو داشتیم که گفتیم فرق گذاشته بین حالتی که رأی دادگاه ابلاغ میشه و شخص تمکین میکنه با زمانی که تمکین نمیکنه. اگر رأی دادگاه ابلاغ بشه و شخص قبل از اتمام مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ رأی رو اجرا بکنه، دیگه نیاز به پرداخت نیم‌عشر اجرایی نیست. اما اگر رأی ابلاغ بشه و 10 روز بگذره و شخص به خودش نیاره، اصلا تمکین نکنه از رأی، در این صورت باز هم بهش یک مهلت دادن، گفتن خب 10 روز گذشت از تاریخ ابلاغ رأی و تو رأی رو اجرا نکردی، ولی بعد از 10 روز اومدی با محکوم العهد توافق کردی، ترتیبی برای اجرای رأی دادی، در این صورت به جای اینکه کل نیم‌عشر اجرایی رو پرداخت کنی، نصف نیم‌عشر اجرایی رو پرداخت کن. اما اگر نه، شخص خیلی جری‌تر از این حرفا بود، اصلا قصد تمکین قانون رو نداشت، رأی ابلاغ شد، 10 روزم از تاریخ ابلاغ رأی گذشت و شخص هم به خودش نمیاره این رأی رو باید اجرا کنه، در این صورت باید تمام نیم‌عشر اجرایی رو بی کم و کاست پرداخت بکنه. ماده بعدی که داریم ماده 131 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی هست که گفتیم در سال 1403 اصلاحیه‌ای به اون وارد شد و یک تبصره به این ماده الحاق شد که در نتیجه این تبصره اگر شخصی مالی رو اجرا گذاشته باشه ولی به هر علت نیم‌عشر اجرایی رو در زمان درخواست اجرا نداشته باشه، میتونه یک ضمانت سهل الوصول به واحد ثبتی بسپره یا اینکه همون موضوعی که درخواست اجرایی نسبت به اون داشته رو از واحد اجرا بخواد که توقیفش کنن و بعد واحد اجرا بهش 1 سال مهلت میده، میگه آقای طلبکاری که شما درخواست اجرا از واحد اجرا داشتی، 1 سال مهلت داری حقوق دولتی و نیم‌عشر اجرایی رو پرداخت کنی. اگه پرداخت کردی، خب از این مالی که توقیف شده بوده رفع توقیف میشه و آزاد میشه، ولی اگر نتونست این حقوق دولتی و نیم‌عشر اجرایی رو پرداخت بکنه، در این صورت از محل اون مال توقیف شده نیم‌عشر دولتی و حقوق دولتی وصول میشه و مابقی اگر چیزی باقی موند به خود اون شخص طلبکار یا بستانکار داده میشه. تا قبل از این الحاق تبصره به ماده 131 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، روال کار این بود که اول باید بستانکار حقوق اجرایی رو گفتیم پرداخت میکرد. در کنار این اصلاحاتی که به ماده 158 قانون آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی وارد شد این بود که به موجب اصلاحیه‌ای که به ماده 158 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وارد شد، 2 تا تبصره به این ماده اضافه شد. قبلا فقط تبصره 1 و 2 رو داشتیم، الان تبصره 3 و 4 هم اضافه شد که در جلسه قبل مفصلا صحبت کردیم. در نتیجه این تغییراتی که وارد شد، گفتیم اصولا نیم‌عشر اجرایی بس از ابلاغ اجرایی وصول میشه و باید حق اجرا به محض اینکه اجرایی صادر میشه پرداخت بشه. اگر اجرای رأی قبل از اتمام مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرایی محقق بشه، یعنی محکومون علیه ما، متعهد ما، مدیون ما
بدهکار ما 10 روز قبل از اتمام مهلت اجراییه بیاد این رأی رو اجرا بکنه، دیگه نیاز به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست. پس اگر اجرای رأی قبل از اتمام مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرایی اتفاق بیفته، دیگه نیاز نیست نیم عشر اجرایی رو پرداخت بکنه. ولی اگر مهلت 10 روز تموم بشه، 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرایی بگذره و مدیون ما همچنان کما فی سابق به خودش نیاره و رأی رو اجرا نکنه. بین حالتهای مختلف فرق گذاشته شده. اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورت جلسه مزایده بیاد تمام بدهی خودش رو پرداخت کنه، نصف نیم عشر اجرایی رو میتونه پرداخت کنه و نسبت به مابقیش معاف میشه. اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورت جلسه مزایده بدهی خودش رو پرداخت نکنه و بعد از امضای صورت جلسه مزایده بیاد این بدهی رو پرداخت بکنه، صورت جلسه مزایده امضا میشه، تموم میشه، بعد میاد این بدهکار ما به فکر میفته و بدهیشو پرداخت میکنه، اینجا باید تمام نیم عشر اجرایی پرداخت بشه. 2 تا تبصره گفتیم اضافه شده. این 2 تا بندی که اینجا اضافه کردیم در نتیجه تبصره 3 و 4 هست. اومدیم بستانکار ما، طلبکار ما درخواست صدور اجراییه داشت، اجراییه هم صادر شد، ابلاغ شد، ولی اموالی از مدیون شناسایی نشده. در این صورت اگر دائن ما، طلبکار ما پرونده رو مختومه کنه، دیگه نیازی به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست. ولی اگر پرونده رو مختومه نکنه، باید نیم عشر اجرایی رو چیکار کنه؟ پرداخت کنه. اگر اموالی که از مدیون شناسایی شده تکافوی مطالبات متعهدون له ما رو نداشته باشه، یعنی مطالبات طلبکار ما، بستانکار ما بیشتر از اون اموالی باشه که از مدیون شناسایی شده، برای طلبکار یه راه حل گذاشتن، گفتن آقای طلبکار، آقای دائن، تو نسبت به مازاد بیا پرونده رو مختومه کن. اگر دائن پرونده رو نسبت به مازاد مختومه کرد، نسبت به اون مازاد دیگه نیاز پرداخت نیم عشر اجرایی نیست و الا باید نسبت به تمام مطالباتش در اون نیم عشر اجرایی رو پرداخت بکنه، که البته گفتیم یک تسهیلاتی فراهم شده، 1 سال بهش مهلت داده میشه تا این نیم عشر اجرایی رو پرداخت کنه، البته به شرط سپردن یک تضمین قابل قبول و سهل الوصول. حالا با توجه به این مواد قانون و با توجه به اینکه گفتیم قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه دیگه منقضی شده و امکان استناد به اون وجود نداره، باید بگیم اگر درخواست صدور اجرای مهریه شده باشه و پرونده به واحد اجرا رفته باشه، در این صورت تنها در صورتی شخص از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف میشه که پرونده رو مختومه کنه و طلبش از طریق واحد اجرا وصول نشده باشه. در این صورت از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف میشه و الا باید نیم عشر اجرایی رو چیکار کنه؟ پرداخت کنه. به عبارت دیگه تا قبل از اتمام مهلت قانون برنامه 5 ساله توسعه، ما به استناد بند ب ماده 113 میگفتیم که اگر اشخاص درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رو از طریق سازمان ثبت داشته باشن، ابتدا باید برن چیکار کنن؟ از واحد اجرا درخواست اجراییه بدن. واحد اجرا میاد اجراییه صادر میکنه و شروع به شناسایی اموال مدیون و توقیف اونها میکنه. اگر واحد ثبتی نتونه ظرف 2 ماه از تقاضای اجرا اموال مدیون و متعهد رو شناسایی کنه و توقیف کنه، یا اگر ظرف 6 ماه واحد ثبتی نتونه اقدامی نسبت به اجرای مفاد سند لازم الاجرا انجام بده، در اون صورت متعهد له ما یا طلبکار ما، بستانکار ما میتونه از اجرای مفاد سند از طریق واحد ثبتی انصراف بده و با گواهی انصرافی که از واحد ثبتی میگرفت میرفت به مراجع قضایی و دادگستری تا از اون طریق مطالباتش رو وصول بکنه. در ادامه همین ماده گفته شده بود اگر متعهد سند لازم الاجرا ظرف مدت 20 روز نسبت به انجام تعهد یا جلب رضایت متعهدون له اقدام بکنه، دیگه از پرداخت هزینه های اجرا معافه. پس یک تبصره خیلی خوب داشتیم که به موجب اون اگر متعهد میتونست رضایت متعهدون له رو بگیره، دیگه نیازی به پرداخت هزینه های اجرایی نبود و از پرداخت هزینه های اجرا معاف میشد.
در کنار قانون برنامه 5 ساله توسعه ششم، ما ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رو داشتیم که اونجا هم گفتیم مختص زوجه بود دیگه. میگفت اگه زوجه بعد از صدور اجراییه، بعد از اینکه مطالباتش رو از طریق واحد ثبتی یا دادگاه مطالبه کرد، به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شد، از پرداخت نیم عشر دولتی چیه؟ معافه. اینها مربوط میشد به قبل از اتمام مهلت قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه. در حال حاضر وضعیت فرق کرده. یک تفسیر جدیدی با توجه به اصلاحات و تغییراتی که ما در سال 1403 در مورد اسناد لازم الاجرا داشتیم، دیگه معافیت از پرداخت نیم عشر اجرایی صرفاً در مواردی هستش که طلب وصول نشده باشه و پرونده هم به صورت کامل مختومه شده باشه. سابقا متقاضی میومد تشکیل پرونده اجرایی میداد، مثلا زوجه میومد مهریه‌اش رو مطالبه میکرد، در این حال که پرونده باز بود میگفت خب از این حساب بانکی آقا رفع توقیف کنین، ملکش آزاد کنین، این خودروش آزاد کنین، ولی پرونده من باز نشه. پرونده همچنان چی بود؟ باز بود. پس پرونده اجرایی بسته نمیشد، به اصطلاح مختومه نمیشد. به صورت موردی زوجه میومد چیکار میکرد؟ رفع توقیف میکرد. حتی زوجه میتونست به صورت موردی رفع ممنوع الخروجی رو هم درخواست بده، میگفت پروندم بازه، پروندم مختومه نمیشه، ولی از این آقا رفع ممنوعیت کنین، بتونه ورود و خروج از مرزهای ایران هم داشته باشه. و در صورت لزوم مجددا میتونست نسبت به درخواست توقیف مجدد اموال آقا یا ممنوع الخروجی زوج اقدام بکنه. با تغییرات جدیدی که به وجود اومده، طبق رویه جدیدی که به وجود اومده، دیگه ما درخواست رفع توقیف به صورت اختصاصی و موردی نداریم. دیگه نمیشه زوجه بگه پروندم باز باشه، به صورت موردی این یه ملکش آزاد بشه، به صورت موردی این حساب بانکیش باز بشه، به صورت موردی ایشون رفع ممنوع الخروجیش طرف بشه. نه، اگر زوجه میخواد نیم عشر اجرایی رو پرداخت نکنه، باید پرونده رو به صورت کامل مختومه کنه. اگر درخواست مختومه شدن پرونده به صورت کلی صادر بشه و طلب زوجه هم وصول نشده باشه، در این صورت دیگه نیازی به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست. ولی در سایر موارد اگر مهریه وصول شده باشه یا شخص درخواست رفع بازداشت موردی داشته باشه بدون که پروندهش مختومه بشه، در این موارد باید حتما نیم عشر اجرایی پرداخت بشه. البته یک